صدادت محمد ابن عیسی بحرینی راجب قضیه انار وزیر اومدی ای حقه زده، برو پیش حاکم بگو قربان جواب آوردم. اگه گفت چیه بگو جواب رو تو خانه وزیر میگم. اگر وزیر خواست قبل از شما تو خانش بره نگذارین، بگو قربان اگه وزیر زودتر بره من جواب ندارم بدم. وارد خونش میشی شما اول، از پلکونا میری بالا، دست راست اتاق اول، تو اتاق دست چپ تو تاقچه یک کیسه سفیدی گذاشتم، در میان اون کیسه قالب گلیه، از گل قالب درست کرده ای خطوط و توش نوشته انار که به درخت بوده و کوچک بوده، ای قالب و بهش بسته یواش یواش انار توی قالب بزرگ شدم، ای حروف روش نقش بسته، قالب گلی رو وا کرده انار آورده بیش حاکم. محمد ابن عیسی گفت آجان ممنونم جوابونو دادی، اما یک گله‌ت دارم، شما که امشب جواب دادی چرا شب اول جوابونو ندادی؟ صدا زد محمد ابن عیسی بحرینی تقصیر خودتونه، چون خودتون از حاکم 3 شب مهلت خواستین برای جواب. به خدا قسم اگه همون آن تو مجلس حاکم منو صدا میزدین میگفتین یا صاحب الزمان، من همونجا جوابتون رو میدادم. محمد ابن عیسی هر جا هستین، هر گرفتاری دارین منو صدا بزنین من جوابتون میدم. محمد ابن عیسی خوشحال و خرم اومد پیش رفقا، گفت رفقا من جواب آوردم. جواب چیه؟ گفت بیان بریم پیش حاکم اومدن. گفت قربان اگه جواب میخوای باید بریم تو خانه وزیر من جواب تو بدم. وزیر دست باچه شد، گفت آقای حاکم اگه بناس اونجا تشریف بیارید اجازه بدید من زودتر برم بگم خانه رو منظم کنم. محمد ابن عیسی گفت قربان اگه وزیر 1 دقیقه زودترم تو خانه برم من جواب ندارم بگم. اومدن تا در خانه، صاف از پلکونا محمد ابن عیسی اومد بالا، طرف دست راست اتاق اول وارد اتاق شد، طرف دست چپ تو تاقچه توی کیسه سفیدی قالب گلو در آورد. گفت قربان ببینید توشی حروف و نقش کرده، انار وقت کوچک بوده ای قالب و بهش بستم و توش بزرگ شده و ای حروف منقوب. حاکم صدا زد محمد ابن عیسی ای جواب تو از کجا آوردی؟ گفت قربان مگه ما بی صاحبیم؟ حجت ابن الحسن داریم. آقا به من گفت منم اومدم به تو گفتم